احمد مسعود میگوید قوم پنجشیر خانواده و خودم را فدای افغانستان کردم. سلام، وقتی شما بخیر. به گزارش تیوی خوش آمدید. اگر می خواهید از خبرهای تازه آگاه شوید، یوتیوب چینل ما را سابسکرایب کنید. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در چهارمین دور نشست روند وین برای افغانستان دموکراتیک تاکید کرد که از هیچ تلاشی برای رسیدن به افغانستان آزاد دریغ نمی کند و روزی که کابل سقوط کرد و اشرف غنی از افغانستان خارج شد، او به پنجشیر رفت و قوم پنجشیر خانواده و خودش را فدای افغانستان کرد. مسعود با اشاره به تلاش‌های برای مذاکره با طالبان به منظور جلوگیری از درگیری نظامی در پنجشیر گفت: سخت‌ترین روز زندگی من روز شهادت پدرم نبود. روزی بود که در فرودگاه نظامی کابل دیدم سرمایه مردم افغانستان از جمله ارتش و پلیسی که استقلال و آزادی کشور را می گرفتند جشن یک بار دیگر در حال فروپاشی اند. رهبر جبهه مقاومت ملی افزود که در زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان روایت این بود که اشرف غنی، عبدالله و دیگر مقام‌های دولتی مانع مذاکرات صلح اند و من برای گشودن این گروه به همه جوانب صحبت کردم. آنها طالبان حاضر شدند در مورد قوم تاجیک و پنجشیر با ما گفتگو کنند، اما ما قوم پنجشیر خانواده و خودمان را فدای یک چیزی کردیم. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان از همه شرکت کنندگان چهارمین دور نشست روند وین برای افغانستان دموکراتیک خواست که از هر آنچه آنها را از جمع شدن زیر یک چتر به نام افغانستان دور میکند عبور کنند. خبر امروز ما همین قدر بود. تا خبرهای دیگر، وقت خوش، خدا نگهدار.